افشای رابطه عجیب و باور نکردنی آریانا سعید با غزل سادات که اصلا باورتان نمی شود. پیشنهاد کاری غزل سادات برای آریانا سعید و رابطه عجیب و باور نکردنی آریانا سعید با شیخ‌های عرب و افتتاح بزرگترین رستوران آریانا سعید در کشور عربستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، هنرمند بی‌بدیل، هنرمند نام‌آوازه، محبوب و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است. نام آریانا سعید با خط زرین در هنر موسیقی افغانستان عکس شده است. آریانا همیشه آهنگ‌هایش جاودان و ماندگار بوده است. طرفداران هنری فراوانی دارد و منتقدان هنری آریانا سعید هم بیشمار می باشد. آریانا سعید در سن خیلی کمی که داشت توانست در بزرگترین برنامه‌های رقابتی در افغانستان من حیث داور و یاور اجرای وظیفه کند. آریانا اما ساله کنسرت‌هایش را در سرتاسر جهان برگزار می کند و درآمد خیلی خوبی هم داشته است. جدیداً آریانا سعید در محافل خوشی هموطنان افغانش در سرتاسر جهان اشتراک می کند. آریانا سعید با غزل سادات، یکی دیگر از هنرمندان افغان و یکی از خانم‌های موفق تجارت پیشه افغان در کشور امارات متحده عربی قرار است رستوران مشترک بسازد. دلیل سفرهای متعدد آریانا سعید به دبی معلوم شد. این کار آریانا سعید مورد حمایت و تشویق فراوان دوستداران و طرفداران صدایش قرار گرفته است. آریانا قرار است در کشور ترکیه هم دوباره برندی از لباسهایش را بسازد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همه شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.